5 سپتامبر در یک حمله غافلگیر در پنشیر فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان و جنرال عبدالودود ذره پسر عمه احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت کشته شدند. بنا به اطلاع رسیده آنها در دهه بهارک مرکز ولایت پنشیر زمان هدف حمله قرار گرفتند که بعد ادای نماز از خانه فهیم دشتی بیرون می رفتند. خبرنگار تاجیک نیلوفر عزیز از قبل منبعش خبر داد که در ساعت حمله احمد مسعود نیز در کنار فهیم دشتی و عبدالودود ذره بوده است. چنین به نظر می رسد که هدف اساسی احمد مسعود بوده است ولی او جان به سلامت برده است. منابع از پنشیر می گویند شب گذشته منزل امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز در پنشیر دو دفعه هدف حمله های هوایی قرار گرفته است ولی او آسیب ندیده است چون که به دلیل های امنیتی سرپناههایش را عوض کرده بود. فهیم دشتی منبعی بود که آخرین اخبار از سنگرهای پنشیر را رسانه‌ای میکرد. او در سویقست 20 سال پیش به جان احمدشاه مسعود جان به سلامت برد ولی این بار نجات نیافت. عبدالودود ذره پسر خواهر کلانی احمدشاه مسعود بود که در کنار تقویش در سنگرهای جهادی به وی رسید. درباره چگونه کشته شدن دشتی و ذره فرضیه ها مختلفند. از محل زد و خورد با طالبان دور بودن محله حمله فرضیه حمله هوایی با استفاده از هواپیمای بی سرنشین را قوی‌تر می‌کند. حرکت طالبان که در اول ماه اوگوست در پی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی توانستند در بین همگی 10 روز 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان را با شمول همه شهرهای بزرگ و پایتختش شهر کابل تصرف کنند. یک هفته آخر تمام نیرویش را به تصرف ولایت پنشیر، تنها ولایتی که خارج از نظارت طالبان باقی مانده است، سفربر کرده است. در پنشیر با رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ملی تشکیل شده است که از طالبان تشکیل یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق انسان و آزادی‌های شهروندی را طلب دارد. دو چهره ارشد جبهه مقاومت در حال کشته شدند که احمد مسعود روز 5 سپتامبر در ملاقات با فرماندهان این جبهه با اطمینان گفت که تا 9 سپتامبر کابل را از طالبان پس خواهد گرفت.